سلام، شب همگی بخیر. اداری هستم، دبیر فیزیک. حقیقتا میخوام از یه معلمی که 4 سال با مجانی دارم کار میکنم یه جمله بگم. اثر کلاسام نسبتا خوب بوده. منتها یه چیزی که هر سال سیکلش تکرار شده، بچه‌ها خیلی خوب میان اول کار ولی آخر کار به شدت تعداد کم میشه، انگیزه کم میشه. دلیلشو شاید اگه میتونید تو این 4 سال یه آمار بگید از نظرسنجی که چرا مثلا دیگه ادامه کلاس ها نمیان برای بعداً بهتر میشه. شما یه برنامه‌ریزی داشته باشید. شما خودتون چی میدونید؟ یه بخشی دستمون نیست، خارج از محیطه. بچه‌ها میگه خب الان من برم ببخشید براگری کنم 2 برابر معلمم پول در میارم. من اینجا خاطر مثلا مغز خودم رو خراب کنم که چی بشه. این یک. یه بخشی دستمون، خب یه بخشی دست حالا سیستمه که تکنیک مشاور میتونه کمک کنه. دومیش که هست بحث منبعه. امسال شما قرار بود امتحان کلا نهایی بشه، ما با خود کتاب شروع کردیم. وسط کار که کلا همه چی کنسل شد و ما الان اگه بچه از همون تست بخواد نمیتونیم کار کنیم یا حداقل وقتش دیگه نیست. اگه بشه برای بعدا مشخص شه که قراره چه اتفاقی بیفته بهتره. سومی هم که میخوام بگم آقای مسئولی میرزای زحمت کشیدن برای بحث سری کلاس‌های مسابقات ورزشی. به نظرم بچه‌ها برای اینکه بتونن بیان یه سری کلاس‌ها، حالا آقای سمانی هم گفتن تو بحث یادگیری هوش مصنوعی دیگه ما بخوایم نخوایم داستان داره به همون سمت میره که اگه یه انگیزه بشه که هم برای اون کلاس و این کلاس بیان به نظرم بهتره. یادم نره بگم اگه بشه کلاس رو هوشمند کنید خیلی بهتره. صورت فرمون